انیس یعقوبوف برد، موین غفورов باخت. درود دوستان. انیس یعقوبوف در لیگ ایمنگو یک حریف قزاقش رو در راوند اول با نکاوت تکنیکی شکست داد. ما انیس یعقوبوف رو تبریک میکنیم و امیدواریم که او همیشه شکست ناپذیر میماند. دوستان، شرطنامه انیس یعقوبوف در لیگ ایمنگوی ازبکستانی فقط برای یک محاربه بود و شاید که لیگ ایمنگو با او پیشکشی بهترین بکنند و یا که امان پولی زیادتر تیان و او در این لیگا برای یگان 4 محاربه دیگه بماند. ما این رو بر روزهای نزدیک میفهمیم انیس یعقوبوف با لیگ ایمنگو شرطنامه بست یا نه، چون که این شرطنامه فقط برای یک محاربه بود. دوستان، در این بابت فکرتان رو نویسید و انیس یعقوبوف رو برای دست بالا شدنش تبریک کنید. موین غفورов یک نمیدونم یک باختی متاسفانه یک باختی نمیدونم 30 ثانیه آخر ده همون مربیانش از کنج 8 کنجه با او داد میزدن که گوشتی نگیر، نزدیک نشو، فقط جنگ راستا بکن، چون که تو شانس خوب داری در جنگ راستا. اما من تماشا کردم همین محاربه موین غفورov رو. اما حریفش از لهستان، از پولشا گوشتین خوب میگرفت و معلوم بود که موین شانس ندارد در گوشتین بر ضد حریفش و راستا خیلی خوب جنگ میکرد. راستا میبرد. اگر همون 30 ثانیه آخر گوشت نمیرفت، کلینچ نمیکرد، نزدیک نمیشد و گوشتی نمیگرفت، شاید که موین غفورov دست بالا میشد و در 1 ثانیه آخر پیش از همون زنگوله زدن در 1 ثانیه آخر موین غفورov دستش رو چی کرد که من باختم، بوغیش کرد، همون حریفش بوغیش کرد و دستش رو زد که من تمام نمیتونم و متاسفانه موین غفورov باخت در ثانیه آخر، در 1 ثانیه آخر. بسیاری ها در کامنت ها میگن که همون زنگوله تنفس پیشش زدن موین غفورov بود. نه، من دیدم و موین غفورov دستش رو پیشکی زد پیش از زنگوله که تنفس میشید و موین غفورov متاسفانه باخت. باید گوشتی نمیگیری، باید راستا جنگ میکرد حتما که دستی موین رو بالا میکردن، چون که راستا خیلی خوب جنگ میکرد، حریفش راستا میگریخت از موین غفورov و متاسفانه همین خیلی هم شد. شاید که موین غفورov خسته شده بود و برای همین میخواست که گوشتین گیرد و کمتر استراحت هم کند. این یک خطایی سخت بود که در راوند آخر، در ثانیه های آخر این اشتباه رو کرد. دوستان، فکرتان رو در کامنت ها نویسید. دیدید که حتی همون تمرین با میراب دوالاشویلی که قهرمانی UFC بود، اینم کمک نکرد. این هر یک بردن، همون خودت رو برای بردن دست بالا شدن در مسابقه ها باید خودت فکر خودت چکنی که من باید اینا برم، باید که دست بالا شوم و من باید که با قفا ننگرم، فقط پیش. و متاسفانه موین غفورov این شانس از دست داد و میبینیم در آینده چی گپ میشود. فکر میکنم موین غفورov جنگاور خوب است و UFC با موین غفورov باز شرطنامه رو ادامه میتیند. به فکر من همین است، چون که موین غفورov جنگاور خوب هم هست. دوستان، فکرتان رو نویسید. در کامنت ها زیاد آدم ها گپ های قبیح میزنن. نه، این ورزش است و دیدید که در ثانیه آخر موین غفورov باخت این محاربه رو. برای همین هر خیل شدنش هم ممکن بود. دوستان، فکرتان رو نویسید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و دعا کنید که ورزشکاران تاجیک همیشه دست بالا باشند و شکست ناپذیر بمانند. خدا یار و یاورتان باد.